مشتریمون زنگ زده میگه که ایکسری که برا من فروختین گیج روغن نداره. یعنی چی؟ خب ببینید بچه، این ماشین ایکسری 2014 هستش. داخل موتور رو بگیر چقدر نوعه، 40 تا کاره. مشتری میگه که گیج روغن نداره. خب بچه اینا گیج روغن ندارن، یعنی برای اندازگی یا فهمیدن اندازه روغن این ماشین باید از کامپیوتر داخل ماشین استفاده کنیم. چجوری؟ بریم داخل ماشین. برای این کار زوم کنم براتون. میین قسمت Vehicle Information، خب میزنید. خب ببینید Vehicle Status رو میزنید. خب این قسمت Engine Oil Level. خب اول از اینجا میتونید چک کنید. خب نوشت Engine Oil Level، اوکی. بعدش یه گزینه دیگه داره، Measure Engine، Measure Engine Oil Level. اگه شک دارین خب اینو میزنین Measurement Start. خب این بعد چند ثانیه، چند دقیقه اینو اندازه میگیره. خب تموم شد. Engine Oil Level اوکی. همین.